سلام، نوید حمیدی هستم، نویسنده. امروز میخوام یکی از داستانهام رو براتون بخونم به نام بزرگترین بانک شهر تورین. پنجاه سال اخیر زندگی فرانچسکو پاسکاتوله در رفاه و آسایش گذشت. او حتی یک روز و حتی یک ساعت هم استرس و نگرانی نکشید. همین روتین زندگیش او را خسته کرده و در تولد 50 سالگیش در گوش مشاورش جوزپه دیناتاله میگوید که دنبال یک هیجان و تفریح جدید است. چند ماه از تولد او گذشته که مشاورش ایده‌ای به فکرش میرسد. رئیس، نظرت چیه؟ راجع به یه هیجان، یه تغییر، یه استرس. اصلا میدونی استرس یعنی چی؟ یه چالش، یه بحران. پیشنهاد تو چیه؟ پیشنهاد من اینه که از بانکت سرقت کنی. سرقت؟ یعنی چی؟ برای چی؟ نه ترس رئیس، خودت نه، یعنی منم نه. چند نفر رو استخدام میکنیم، اونا به دقت و مو به مو نقشه ما رو اجرا میکنن، دزدی میکنن، اسمت تو اخبار و روزنامه ها و تلویزیون پخش میشه، حاشیه برات درست میشه، چالش پیش میاد و یه چیز جدید رو تجربه میکنی. بد فکر نیست. ادامه این که من میگردم توی زندان کوچیک اطراف تورین. چند نفر رو پیدا کنم که به خاطر مشکل مالی هنوز تو زندانن. با یه چک 10,000 تایی رازشون میکنم. این جوره نمیگم. باشه، پس خبرش از تو. چند هفته گشت و گذار جوزپه مشاور او در زندانهای کوچک اطراف تورین میگذرد و بالاخره 3 نفر را پیدا میکنه. مارکو 30 ساله، انزو 35 ساله و آنتونیو 40 ساله. 3 نفری که به خاطر دزدی از یک نانوایی به دست پلیس افتاده و الان چند وقتی است در زندان به سر میبرند و هنوز نتوانستند، یعنی خانوادهشان نتوانسته است با شاکی تسویه کند و آنها همچنان در زندان هستند. جوزپه بعد از پیدا کردن رئیس نانوایی و پرداخت بدهی و رضایت گرفتن از او، آنها را از زندان آزاد میکنه. کرکره بالا میرود. این 3 زندانی با لبی خندان از زندان بیرون میآیند. از درب زندان جگوار نقره‌ای رنگ 70 جلویشان ایستاده. جگواری کوپه و بی‌نظیر. فردی در حال سیگار کشیدن از ماشین پیاده شده و ته سیگارش را زیر پایش مچاله می کند و رو به این 3 نفر اسامیشان را صدا می زند. این 3 نفر با تعجب به اون نگاه می کنند. تا به حال در زندگیشان نشده که به همچین شخص با پرستیژ و مرتبی رفت آمد داشته باشند. همین برایشان جای تعجب است که آن شخص چطور اسمشان را می داند. بیاین جلو. آرام به جلو می روند. وقتی به نزد او می رسند، جوزپه با آرامی می گوید من مشاور فرانچسکو پاسکوزاته هستم. میدونین که بانکای معروف پاسکوزاته مال ایشونه. حالا برای تولد 51 سالگیش ما یه نقشه داریم. او نقشه را به آرامی میگوید و این 3 نفر هاج و واج ماندن که در حال شنیدن چه حرفایی هستند.
بعد از تمام شدن حرفای جوزپه نوبت به حرف زدن این 3 نفر میفته. یعنی شما میگین که ما بیایم از بانکتون دزدی کنیم که رئیستون خوشش بیاد؟ ببخشید که چی بشه؟ هیچی. شما پولتون رو میگیرین، نگرانی از بابت پلیس یا کارمندا نداشته باشین. اون روز همه آگاه هستن که قراره دزدی بشه و هیچ اتفاقی براتون نخواهد افتاد. برای اول کار من این چک 10,000 یورو یا بهتون میدم. شنیدن عدد 10 برای این 3 نفر آنقدر بزرگ بود که چک را روی هوا آنتونیو میقاپد. قبوله، ما قبول میکنیم. کی؟ کجا؟ چجوری؟ کاغذی را از جوزپه گرفته که در آن اطلاعات مربوط به دزدی از کدام شعبه، چه ساعتی، چه روزی و چگونه را نوشته است. تا روز دزدی 1 هفته مانده. این 3 نفر در این 1 هفته خواب و خوراک ندارند و نمیدانند که آیا باید پول را پس بدهند یا خرج کنند یا برگردند و بگویند که پشیمان شده. اما نه تلفنی از مشاور آقای پاسکوزاته دارن و اینکه نمیدانن اصلا چگونه باید با او هماهنگ کنن و به کجا بروند. هیچ تلفنی از خودشان به او ندادند و همین نگرانی و استرسشان را بیشتر کرد. روزها یک به یک می‌گذرد و گرمای تابستان به اوج خودش رسید. روز موعود فرا می‌رسد. نقشه به این گونه است: آنها وارد بانک شده لحظاتی قبل از ساعت 9 صبح. کیف پول را سمت کارمندان بانک پرتاب کرده. آنها کیف را پر می‌کنند. این 3 نفر بیرون می‌آیند. عکاس ناشناس و مخفی گروه از آنها عکس گرفته، عکس را به روزنامه‌ها می‌فروشد و خبر مثل بمب در ایتالیا صدا می‌کند. اما همه چیز آنطور پیش نمی‌رود. حتی کارمندان بانک از این سرقت خبر ندارند. عقربه بزرگ ساعت روی عدد 12 می‌ایستد و ثانیه شمار آن را رد می‌کند. ساعت 9 صبح شده است. 3 نفر داخل بانک شده به همدیگر نگاه می‌کنند. نمی‌دانند حالا پیش کدام کارمند باید بروند. جلوی پیشخوان رفته و سعی می‌کنند از روی کاغذی که جلوی پیشخوان است اسم کارمند بانک را بخوانند. هرچه تلاش می‌کنند نمی‌توانند. بیخیال می‌شوند. هی تو، هرچی پول داری بریز تو این کیف. کارمند بلند شده و به کیف نگاه می‌کند. البته بیشتر شبیه کیسه زباله است تا کیف پول. آنها را جدی نمی‌گیرد. اما آنتونیو مغز متفکر گروه چنان مشتی به صورت او می‌زند که دندانهایش در هوا پرتاب شده و خون فواره می‌زند. صدای جیغ و داد کارمندان و غش کردن یکی از ارباب رجوع‌ها باعث می‌شود قضیه کمی جدی بشود. در کسی از ثانیه کیسه زباله را پر از پول می‌کنند و از بانک بیرون می‌آیند. اما خبری از ماشین فرار یا راننده نیست. به همدیگر نگاه می‌کنند. نمی‌دانند از سمت راست بروند یا سمت چپ یا حتی روبرو. تصمیم می‌گیرند قرعه بیندازند. تاس می‌اندازند و مشخص می‌شود که باید از روبرو بروند. صدای آژیر موتورهای پلیس از دور شنیده می‌شود. شروع به دویدن می‌کنند. آنتونیو از همه جلوتر است و مارکو عقب‌تر. هرچه صدای آژیر موتور پلیس بلندتر می‌شود، ترسشان نیز بیشتر. در 1/100 ثانیه
شلیک می شود. تیر به کمر مارکو اصابت کرده و از آن سمت خارج می شود. به پایین نگاه می کند و می بیند نقطه قرمز رنگ در حال پخش شدن روی لباسش است. از ترس کلاهش را از سرش در می آورد. چی کار می کنی؟ چرا کلاهتو در میاری؟ انزو و آنتونیو انقدر ترسیدن که نمیدانن چی کار کنن. سعی میکنن به مارکو دلداری بدهند و به او بگویند که حالش خوب میشود و زنده میماند. اما نمیمانند و همانجا در جا میمیرد. پا به فرار گذاشته و از کوچه پس کوچه ها و پله ها و دیوارهای خانه و سقف شیروانی خانه ها خودشان را به ایستگاه قطار رسانده و به سمت کیوو می روند. از آنجا به بولونیا. فردای آن روز در اخبار متوجه می شوند که سرقتشان در سر تا سر ایتالیا اخبارش پخش شده. در آن سمت ماجرا فرانچسکو پاسکوزاته مشهور شده. حالا تمام مردم ایتالیا او را می شناسند. و البته با نامی نیک. او در اخبار و حتی در تیتر روزنامه عنوان کرده اگر این 2 نفر برگردند آن پولها را به آنها خواهد بخشید و حتی در بانکش نیز به آنها شغل خواهد داد. انزو و آنتونیو نمیدانند که چطور باید روزگار را سپری کنند. در یک وضعیت برزخگونه‌ای ماندند. نه جرأت اینو دارند که به شهرشان برگردند و پیش خانواده هاشان و بچه هایشان بروند و نه اینکه در همین شهر بولونیا راحت زندگی کنند. نمیدانند اگر اینجا اتفاق خوبی برایشان نیفتد چه تصمیم باید بگیرند. رفته به رفته پولشان در حال تمام شدن است و 1 سالی از آن ماجرا می‌گذرد. قیافهشان را به کل تغییر دادند، اما هنوز جرأت بازگشت به تورین را ندارند. از آن سمت فرانچسکو پاسکوزاته آنقدر مردمی و معروف شده که در حال شرکت در انتخابات است. انزو و آنتونیو بالاخره بعد از 10 سال تصمیم میگیرند به تورین برگردند. تنها به دلیل دیدن فرزندشان، فرزندانشان و همسرانشان. اما نمیدانند چه در انتظارشان است. شاید گلوله، شاید میله های زندان و شاید فرار از ایتالیا. پایان.